تقوا یعنی خدا را در هر عمل دیدن. این یعنی تقوا. خداوند را در هر عملم دیدن یعنی تقوا. و نهایت دیدن خدا این است که خداوند یک سپری به من میدهد تا اینکه شیطان نتونه به من صدمه ای وارد بکنه. این میشه متقی. زیر مدرک تقوات از طرف خداوند این نوشته: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. زیر مدرکت نوشته شب این اگر گرفتی کسی که تقوای خدا را پیشه کرد و خدا را در زندگی خود دید و در جمیع اعمالش خداوند را دید، یجعل له مخرجا، در مقابل تمام دستاندازها و بنبستهایی که در زندگیت میاد خداوند یک مخرجی را باز میکند. این یک. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و خدا به او روزی میدهد از جایی که خودش هم خیالش را نمی کند. کسی که در مقابل تمام مشکلاتش خدا دری رو باز میکنه، مخرج، تا اینکه از این مشکل فرار بکنه، و خدا به او روزی میده از جاهایی که خودش هم به ذهنش نرسه. زندگی خوبی هست یا نیست؟ هست. این چطور به دست میاد؟ شب عید. اگر 30 روزت 30 روز خدایی بوده، لعلکم تتقون. روزه به خاطر اینه. گرسنگی و تشنگی 30 روز واجبه بس. گرسنگی و تشنگی فقط 30 روز واجبه. ما لعلکم تتقون، تا لحظه ای که زنده ای. تا لحظه ای که زنده ای. به همین خاطر من بعد از رمضان در مغازم به تشنگی و گرسنگی نیاز ندارم، به تقوا نیاز دارم. بعد از رمضان در مدیریتم، در شرکتم، در اداره ام، در حکم کردن به مردم به گرسنگی و تشنگی دیگه نیازی ندارم، اما به مدرک تقوا نیاز دارم.